مکان برگزاری چهاربینی این دانه بخشیده به روز وحدت ملی صحن چایخانه ملی وحدت شهر ترسونزاده انتخاب کرده بود. نخست مردم منطقه را رهبریت شهر ترسونزاده با مناسبت این سنه تقدیرساز ملت و دولت روز به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی صمیمانه مبارکباد گفته همزمان از دستاوردهای به دست آمده در ظرف 20 سال پایداری صلح و ثبات یادآور گشت. تاکید شد که روز وحدت ملی برای مردم کشور ما بسا عزیز و مقدس بوده، رمز اتحاد و یگانگی مردم، پیروزی عقل و ذکاوت سالم و تنتنه صلح و ثبات در سراسر کشور معنیداد می‌گردد. امروز باید هر یک ساکن مملکت شکرانه و افتخار نمایند که توانستند تمام دشواری‌ها را در راه ایجاد صلح و وحدت ملی تحت رهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برطرف ساخته ارزش‌های بزرگ عمومی ملی، صاحب استقلالی، دولت و دولتداری ملی و یگانگی مرز و بوم وطنی عزیزمان را از منفعت و غرضهای گروهی و حزبی بالا گذاشته تدریجاً پایداری صلح و ثبات و آرامی و امنیت کشورمان را تامین نمایند. فرهنگ صلح تاجیکان و صلح و ثبات امروزه تاجیکستان افادهگری آرزو و آرمان و نیت و مقصدهای نجیب مردم شریف کشورمان بوده، آن چون دستاورد استقلالیت ما در عرصه جهانی شهرت یافته است. تجربه صلح آفرینی تاجیکان را تمام سازمان‌های بین‌المللی همچون پدیده نادر حیات اعتراف کرده در کشورهای گرفتار مقاومت شهروندی در جهان مورد آموزش استفاده قرار می‌دهند. در چهاربینی فرهنگی و فراغتی برنامه تئاتر کننده‌شده هنرمندان شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده که از شعر و ترانه، رقص‌های جالب، سرود و موسیقی دلنواز و صحنه‌های تماشابا عبارت بود پسند همگان گشت. پیشنهاد ترانه‌های وطن دوستانه که انسان را به حفظ و پاس داشتن نعمت بی‌بهای زمان صاحب استقلالی تلقین می‌نماید، شکوه چهاربینی را باز هم بالاتر نمود. مبارک بی سالی فیض و انسان، مبارک بادی در تاجیکستان.